روزی ماشین‌های این خیلی با حشمت بوده. با یک تا دیگه رنج روور اومده. رنج روور 2018 سه موتورش هم بنزینی هم هیبریدی و هم ضریات خطی. نروشکای ماشین یگان درد نداره. نه پنبی فاسونک بالونچوش 100%، دیسکاچوش هم باشه 100%. حجتاش برادرای عزیز سالانه کردگی تاب تیاره. اینجا جای ضریات نموندگی ماشینش، یعنی که ضریات هم هستن، ضریات بخش هم هستن. حجتاش سالانه کردگی، هم تیمنیتش هم حجتای سالانش. خب کامera 360 گرادوس همه جاش کار میکنه. داتچیک держатель полоса автопилот و خلاصه همش کار میکنه. کامپلکتاسیای ماشین برادرای عزیز فی 400 یه автобиограф، یعنی همه کامپلکتاسیای خوبی نگاه کنین برادرو. سالن کожний пневмоподвескош همش کار میکنه. خب سالن کожний фасони сиёҳаки хушрӯ، обогрев сидени, охлаждение сидени, памят сидени همش هست. الکتروپاکت همه داروش. خب коробка автомат، سه رژیم وزنی، مولتی رول، обогрев رول، памят сидени همش کار میکنه. آینه جمع میشه، راست میشه. خلاصه ماشین در حالت به نهایت خوبی تکنیکی قرار داره. همه جاش در صاحبش گارانتیا داره. استاد تگیر بیا ماشین با لوبای خیل بدیل پر صاحبش میگه اوورینم بیام پروور کنن ماشین با درجه ها شای. نرخش برادرای عزیز همه جای زورش نرخ شای. نرخش برادرای عزیز 369,000 سومون. با خریدار کنکریت نکیامد. معامله خوشرو هم داره، فقط معامله در روی کپوت میشه. زنگ رقمای صاحب